تشکر و وبینار امروزه ما بخشیده شده است به موضوع قاعده های گذراندن مصاحبه که آن را یکی از متخصصان خیلی مشهوری تاجیکستان در ساحه ژورنالیستیک در ساحه عموما ژورنالیستیک کسبی رجب میرزا میگذرانند و برای گیم گذراندن برای آغاز کردن وبینار سخن را به خود استاد میدهیم. مرحمت استاد، سخن به شما داده می شود و وبینار را آغاز میکنیم. چی سوالی که دارید لطفاً در بخش و پروسه کوئسشنز اگر کسی بازگان انگلیسی در اونجا بیند در اونجا گذارید، یعنی در چت ننویسید همه سوال ها رو در بخش کوئسشنز نویسید تا اینکه استاد بینن که کی چگونه سوال داده است و به آنها به وقتش جواب دهند. خوب، تشکر زیاد استاد. خب ممکن رای از ویدیو از کامپیوتر شما وابسته باشد، باز من میبینم و عموما کردگیم علاقه ما باید آغاز کنیم. سخن به شما استاد. تشکری زیاد. به نام خداوند بخشنده و مهربان. ما از همه اونایی که وقتی پر قیمت خود را دریغ نداشته و اینجا جمع آمدن و آنهایی هم که اندکتر پیوست میشن، خب اظهار سپاس میکنیم و باور داریم که طولی این چند مدتی که با هم خواهیم بود حداقل از همدیگر چیزی آموخته باشیم. خب موضوعی که امروز مورد بررسی قرار میگیرد خیلی موضوع مهم است و نه تنها برای ژورنالیست و ژورنالیستیک بلکه علاقه برای همه گونه اینستیتوت جامعه شهروندی که علاقه یک قسمت بسیار مهم در جامعه هستند و نقش کلیدی می‌بازند. خب موضوعی که امروز معرفی شد طوری که در این اسلاید هم دیده می شود، قاعده های گذرانیدن مصاحبه، و پیش از این من میخوام که چند یک سیری به اصطلاح تاریخی درباره خود مصاحبه و عموما ژانرهای ژورنالیستی صحبت کنیم. شاید اکثریت شما آگاهی دارید که ژانرهای ژورنالیستی به 3 کاتگوری یا گروه تقسیم بندی شدن. این قسمت ژانرهای خبری، قسمت ژانرهای تحلیلی و قسمت ژانرهای پولیستی بدی. و درباره مثلا ژانرهای اخباری یا خبری ژورنالیست که امروز فکرها گوناگونند، از جمله این که بود و باش خود ژورنالیست که تا کجا در آینده امکان پذیر است، تا کجا ژورنالیست که باقی میماند یا نمیماند که مورد بحث ها در سطح های گوناگون قرار میگیرد. و بعد مثلا اندیشه های هم گفته می شود که اگر ژورنالیستی که بر هم میخورد یا از بین میرود یا خیلی اگر در شکل دغل‌تر میمیرد، این بیشتر دخل دارد به ژورنالیست که خبری یا ژورنالیست که علاقه مردم با خبر اطلاع تأمین میکند، چون امکانیت های شبکه های اجتماعی که امروز پیدا شدن همین قسمتی ژورنالیست را در خود حفظ کردن و امکانیتی بیشتر از مثلا رسانه ها دارن و ژورنالیست که دارن که امکانیتی پخش کردن اخبار از اونها گرفتن. ولی این البته موضوع دیگر است. ولی یکی از ژانرهای خیلی مهم این مصاحبه است در ژورنالیستیک، هرچند فکرها در این مورد گوناگونند. مثلا در خود همین تاجیکستان هم بعضی از ژورنالیستان کسبی ما به این نظرند که اصلا مصاحبه یک ژانر خیلی آسان است و از همین خاطر نمیخواهند که کارمندان اونها به این ژانر یعنی تکیه کنند. و حتی ما روزنامه های هم داریم که در اونها
عموما یعنی اصولا به طور اصولی نمیخوان که همینجا استفاده شد. از جمله نشریه SSR داریم که با آن ژورنالیست خیلی کسبی ما سیاف میزراب سردبیر و مؤسس است و همین گونه موقع داره که از بس که مصاحبه یک ژانری خیلی ساده و آسان است، در نشریه SSR تقریبا اگر یک یا دو مصاحبه را استثنا کنیم دیگر ژانر مصاحبه استفاده نشده بود. آیا واقعیت همین است؟ آیا واقعا گفتن ممکن است که مصاحبه خیلی یک ژانر ساده است و هر کس امکان داره که اون برای خودش استفاده کند؟ خب و اگر نه چی مخصوصیت ها داره؟ چگونه مصاحبه را می شود مصاحبه خوب موفق و برعکس چگونه مصاحبه و مصاحب رو مصاحبه و یا مصاحب ضعیف گفت؟ خب پیش از من با معلومات شما یک مراتبه دیگر میرسونم که مصاحبه یا اینترویو از کلمه لاتینی گرفته شده، از همون کلمه لاتینی اینترویو گرفته شده، معنای صحبت و حتی واخوری رو داره. من مخصوص سری همین واژه یعنی واخوری تاکید کردنی هستم با اون خاطر که واقعا هم یکی از مخصوصیت های ژانری مصاحبه این باید که در صحبت روبرو صورت گرفتن اون معلوم شود. چرا؟ زیرا امروز مثلا امکانات های تکنولوژی و فناوری های جدید همین گونه امکانات رو هم با وجود آورده است، طوری که امروز ما ببینیم حالا موردی عمل را برگزار میکنیم، یعنی امکان دارد که از طریق مثلا یک فاصله هم مصاحبه ها صورت بگیرد. ولی چرا خیلی همین مصاحبه روبرو مهم است؟ ما در جریان اون سلاید هایی که اینجا داریم حتما برای شما معرفی خواهیم کرد. خب اگر ما سر کنیم از ساختار و ترکیب مصاحبه، باید پیش از همه به همین سه موضوعی که در این سلاید آمده است توجهی بیشتر داشته باشیم. یعنی موضوع اساسی در مصاحبه‌ای که انجام گرفته می شود باید چی باشد و سوال‌های الترناتیوی پیش بینی شونده. این به آن معنا است که آیا امکان دارد که مثلا شما با این یا آن نفر وقتی که وارد صحبت می شوید نه تنها اون سلسله سوال‌هایی که دارید با آنها قانع شوید، بلکه همچنین چند سوال علاوه‌ای یا سوال‌هایی که فکر میکنید که از همین مصاحبه گرفتن ممکن است، یا اگر در صورتی مثلا پاسخ پیدا نکردن از سوال‌های قبلیتان به این سوال‌ها مراجعت کنید و چیزی نو رو برای اودیتور خود پیشنهاد کنید. منظور همین گونه سوال‌ها و سوال‌های ناگهانی این سوال‌هایی هستند که بیشتر در وقتی صحبت به وجود می آیند و هنگامی که شما مصاحبه شما در جریان صحبت یک واقعیت، یک معلومات، یک حادثه ای را نقل میکنه که میتواند تمام روندی مصاحبه و موضوع اساسی مصاحبه رو کاملا دیگر کنه، به سمت دیگر ببرد. و اگر که ما درباره قاعده های اساسی مصاحبه صحبت بکنیم، طوری که گفتیم این پیش از آن وابسته است که موضوع اساسی را مصاحب باید معلوم نماید. یعنی هدف اصلی از همین مصاحبه چی است؟ باید برای خواننده، بیننده و شنونده شما معلوم باشد که شما از همین مصاحبه چی میخواهید و برای خواننده چه معلوماتی تازه را پیشنهاد کردن میتونید. مصاحبه خود را عمیق آموخته سپس انتخاب نمایید. چرا این مهم است؟ ما متاسفانه در همین کارهای عملی در صحیفه نشرها، در رادیو و تلویزیون هم زیاد میبینیم که مصاحبه های
خیلی خسته کننده صورت میگیرن و یکی از سببها همین است که مصاحب آموخته نشده است. زیرا خب این طبیعت انسانی است. همه انسان در خودش، در طبیعت خودش، در خصلت خودش حتما یک جزء، یک ترکیب دارد که برای نفر دیگر میتواند جالب باشد. اگر و انا همین جزئیات ژورنالیست یا اونی که مصاحبه میگیرد خب آشکار کردن نتواند، پس گفتم ممکن است که با انا همون مصاحبه خود را درست ناموخته است و برای همین با خواننده و بیننده و شنونده خودشان مثلا چیزی نوی پیشنهاد کردن نمیتواند. و یک چیزی بسیار خنده آور و مثل لطیفه همش چند سال پیش صورت گرفته بود که مورد خنده خریش دایره‌های ژورنالیستی بود. سخن درباره یکی از ژورنالیستان تلویزیون، شرکت‌های تلویزیونی میرفت که یک شخصیتی شناخته شده، یکی از ادیبان خیلی مشهور وقتی که به صحبت میآید، ژورنالیستی که باید از او صحبت میگیرید، مصاحبه میگیرید، خب در قدم اول در سلام علیک اول از اون میپرسد که استاد چرا با خود یگان اسبابی موسیقی خود را نآورده؟ ببینید و انا همین طرزی برخورد مصاحب را گریزان و او از دادن مصاحبه به همین ژورنالیست و همین شبکه تلویزیونی حتی رد کرد، قاطعانه رد کرد و دیگر صحبت نکرد. البته این یک چیز خنده‌آور در نظر اول است، ولی برای آنهایی که رسالت کسبی خود میدانند ژورنالیست کرد، خب این یک چیزی واقعا فاجعه به حساب می رود و معنی اون ندارد که ژورنالیست یا اونی که از نام یک شرکتی با نفوذ صحبت میکرد مصاحب خود را نمیشناخت و یک صحبتی مثلا سرسری و قولی تشکیل کردن بود. با مصاحبه همه جانبه آماده شد. این چی گفتن دیگر؟ تجربه بسیار ژورنالیستان موفق در ژانر مصاحبه نشان میدهد که اونها پیش از اونی که با این یا نفر صحبت میکنن حتما ادبیات زیادی رو درباره همین شخص پیدا میکنن، مطالعه میکنن، میآموزن تا اینکه معلوماتی پیدا بکنن. و همچنین راههای دیگر وجود دارن، مثلا اونهایی که به همین شخصیت نزدیکی دارن، خوب میشناسن و حتی میتواند این نفران نه تنها دوستان بلکه دشمنانی، به اصطلاح رقیبان یا دشمنانی همین مصاحبه شما باشد، از اونها شما معلوماتی را پیدا کرده میتونید که در جریان مصاحبه حتما برای شما کارآمد میشه. خب یکی از قاعده های اساسی و یکی از بسیار مخصوصیت هایی که در وقتی صحبت و مصاحبه بسیار مهم ارزیابی می شود، این با مصاحبه آماده کردن مصاحب است. چگونه؟ مثلا خب این یک چیز طبیعی است. وقتی که با یک نفر صحبت کردن امکان، خب همه صحبت کردن میتواند، ولی وقتی که به پیش او اگر شما دیکتافون یا کامera، مخصوصا کامera وقتی که روبرو میکنید، البته اون در حالت دیگر احساسات دیگر پیدا میشود در او و همینطور میتواند که در گفتار او و عموما یک قدر ناینجوری از طبیعت مردم ما وابسته است که آهسته آهسته همین از بین رفته ایستاده است. مثلا بعد پیدا شدن تاک شو و البته مردم و اینترنت، البته مردم در گفتار، در خب گفتن اندیشه هایی که در سر دارن البته تا اندازه یعنی موافق میشوند و این جانب مثلا ما بسیار حالت های جالب داشتن که مثلا یکی از
منصبداران سطح بلندی تاجیکستان وقتی که ما برای رادیوی امروز صحبت میکردیم ما تقریبا نیم ساعت همون وزیر رو آماده کردیم برای اینکه آوازش میلرزید. برای شنونده رادیو البته این همون هیجان و احساسات مصاحب میتواند از یک جالب باشد، از جانب دیگر یعنی طبیعی و نظر میرسد برای شنونده یا اودیتوریا، ولی از جانب دیگر خیلی همون مصاحبه در حالت یک احساساتی نازرو واگذار میکند که نمیتواند همه معلومات یا همه اون چیزی را که پیشنهاد کردنی بود تواند که برای اودیتوریا پیشنهاد نمید. در اینجا از سیدا یک سوال پیشنهاد شده است. به نظر شما تا کدام اندازه امروز مصاحبه‌ای که در وعا نشر میشوند به طلبات ژانری مصاحبه جوابگو است؟ ببینید خیلی همین مصاحبه در قطار همه ژانرهای دیگری ژورنالیستی میگویم که این پیش از همه صنعت است. صنعت ببینید هیچگونه سرحد، مرز، همین چیزها رو در خودش جا کردن نمیتواند. صنعت بیشتر آزادی را میپرستد و از جمله مصاحبه، ولی یعنی مصاحبه مثلا کسبی تا کجا یا در قالب ژانرها اون چیزی که مثلا در کتاب‌ها و ادبیات آمده است تا کجا مثلا رعایت می‌شود، این البته موضوعی است که در فاکولته و گروه‌های ژورنالیستی ما موردی آموزش قرار می‌گیرد. ولی مهم حالا برای ما و شما این است که ما در قالب هر قالبی که مثلا همین ژانر برای ما مهیا کرده است تا کجا یک معلومات نو برای خواننده، شنونده و بیننده خودمون پیشنهاد کرده میتوانیم. درباره مصاحبه هم همین گونه میتونم. مثلا وقتی که ما درباره تمام وسایل اخباری عامه صحبت میکنیم بسیار مشکل است جدا کردن. مثلا صحبت ها، ببینید من در بعضی حالت ها صحبت میگویم و در بعضی حالت مصاحبه. این هم یک چیزی خیلی جالب است چون تو همون قالب های ژانری که در ما هست مقرر کرده است که صحبت بیشتر به تلویزیون و رادیو خاص است، چون در اونجا مثلا یک موضوع مشخص موردی بررسی قرار میگیرد و تنها در دایره همین یک موضوع معین یعنی که صحبت دایر می شود و برای خواننده یا بیننده شنونده پیشنهاد می شود. ولی امروز طوری گفتیم با وجود آمدن فناوری های جدید البته و پیدا شدن مثلا ژورنالیست که آمیخته یا کانورگین ژورنالیست که البته این چیزها از بین می رود و همین سمت بندی هایی که در بین نمودهای مصاحبه وجود دارد البته تقریبا از بین رفتن. خب اون که تا کجا مثلا کدام موفق است و تا کجا مثلا با تفاوت ژانری جاگو هستند یا نه، من فکر میکنم که از همون اصلا ما در ادامه سلایدمون البته داریم ژورنالیست عبدالقیوم قیومزاد که او را گاه در وسایل اخباری عامه به صفت مثلا شاه مصاحبه در تاجیکستان معرفی میکرد و واقعا صحبت‌های خیلی جالب برگزار میکرد که خواننده خیلی زیاد داشت و متاسفانه چند وقتی آخر با سابقه ابجکتیوی سوبجکتیوی این چیزا برگزار نمیکنند، ولی انا همون صحبت‌هایی که قیومزاد انجام میداد با یک مخصوصیت خود که استثنایی هستند فرق میکرد. یعنی
حتی در زبان بین همدیگر همکسبان به همدیگر میگفتن که عبدالقیوم قیومزاد حتی از دهان ما سخن گرفته میتونه، یعنی با شخصیت هایی که عموما با مطبوعات صحبت کردن نمیخواست صحبت انجام میداد و معلومات های خیلی جالب رو هم برای اودیتور پیشنهاد میکرد. و من خوب در خاطر دارم سال 2006 وقتی که خدا رحمتی سهراب شریپوف دیرکتور مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان بودن، یک صحبت خیلی آشکارا با عبدالقیوم قیومزاد انجام داده بود که نام داشت سوالهای سخت و سهراب شریپوف. این در رادیو آزادی بود و در اونجا مثلا یک مقامداری سطحی خیلی بلندی تاجیکستان به سوالهای جواب داد که در ما اونا را فکر میکردن که تابو است، با یک منصبداری سطح بلند همین گونه سوالها رو دادن امکان ناپذیر است. ان همین چیزا مثلا شکست. و آیا مثلا به گونه عبدالقیوم امروز ما ژورنالیستی داریم یا نداریم، این موضوع دیگر است که من فکر میکنم خیلی شما در این باره بیشتر آگاهی داره. خب یکی از قاعده های دیگری اساسی در مصاحبه این کوتاه بودن سوال ها. سوال باید یعنی کوتاه، معجز و در جای خود باشد. واقعا اگر که همین گونه نگاه کنیم در صحبت های همه روزه یا در زندگی واقعی که ما داریم با هر کس هر چیز پرسیدن امکان پذیر است، اما وقتی که شما در ژانر مصاحبه میخواهید در قالب ژانر مصاحبه اگر یک مطلب رو انجام برسونید، این پیش از همه معنی همون داره که شما از عمومی پرهیز میکنید، حتما برای مردم یا اودیتوری حداقل برای اودیتوری خود یک چیزی مشخص پیشنهاد میکنید و هر سوال در جای خودش داده شده است. خب اگر ما درباره یعنی ساختار یک باره ساختاری مصاحبه هم صحبت کنیم که آیا مثلا سوالها رو پس پیش کردن امکان دارد یک سوال در ابتدا، مثلا وقتی که در صحبت یک نفر شما هستید و در ابتدا داده بدید و این سوال آیا امکان دارد که در پایین تر ببرید یا برعکس از مثلا سوالی که در پایین آمده بود در پایین صحبت آمده بود اون در اولویت دید. این من فکر میکنم که با خودی هنرمندی ژورنالیست وابستگی دارد و همچنین با اون وابستگی دارد که تا کجا توانسته است هم صحبت خود رو متقاعد کند که با سوالها پاسخ گیرد. و خیلی همون ساختاری سوالگذاری هم همین است که در ابتدا مثلا سوالها باید تا اندازه ساده باشند تا اون زمانی که مصاحب امکانی صمیمیت پیدا میکند و امکان دارد که الکی به صحبت مایل میشود و مثلا روان شده است تا اون بعدا یعنی سوالهای به اصطلاح سخت رو پیشنهاد کردن این است. ولی یک چیز دیگر رو هم باید به نظر بگیریم، این پیش از همه با اون وابسته است مسائل اخلاقی است و همچنین مسائل حقوقی. یعنی ماده 19 قانون درباره مطبوعات و دیگر وسایل اخبار عامه مقرر کرده است که متن مصاحبه‌ای که آماده می شود باید حتما با مصاحبی که از اون شما صحبت گرفته بدید موافقه کرده شود. و این بغیر از مثلا جنبه حقوقی داشتنش همچنین جنبه اخلاقی هم دارد، چون شما اگر با مصاحب خود مثلا متن یا ویدیو یا آدیوی مصاحبه رو موافقه کنید، این پیش از همه پهلوهای انسانی رو دارد و برای آیندهش کاری شما که مثلا آینده میتواند که این مصاحب برای شما کارآمد بشود. پهلوهای منفی همین موافقه کننده هم البته وجود دارند. این پیش از همه با اون وابسته است که خوب در جریان صحبت مصاحب یک حرفی را گفت و پس آن فکر کرد یا کسی با او گفت که شاید این چیزا نمی گفت بهتر باشد
ولی من فکر میکنم که اینجا پیش از همه هنرمندی ژورنالیست نقش مهم میگذاره که تا کجا میتواند مصاحب خود رو متقاعد کنم که این معلومات واقعا هم ارزنده است که جمعیت درباره اون داند. و یکی از قاعده های خیلی مهمی دیگر این گوش کرده توانستن است. متاسفانه امروز خب طوری که ما میدونیم امروز جهان اطلاعات است، اینقدر اطلاع زیاد است و ما دائم فکر میکنیم که کسی یا همه برای ما معلوماتی نو پیشنهاد کردن نمیتواند. اما در اصل این طور نیست. حتما وقتی که شما مصاحب خود را گوش میکنید با دقت گوش میکنید، البته شما چندین معلومات دیگر رو پیدا کرده میتونید. اگر شما با مصاحب خود صمیمی نباشید، او رو با دقت گوش نکنید، میتواند چندین حالت ها را از دست بدهید. حتی معلوماتی را که میتونید برای شما یک موضوع علاهیده باشد. در تجربه کاری ما متاسفانه همین گونه حالت ها هم بودن که من در رادیو امروز سرمحری بودم و یک روز در همون اتاقی که در اونجا مصاحبه میگرفت کارمندای ما میرم میبینم که خب یکی از شکل‌های مصاحبه گرفتن این امروز از طریق تلفن است. خب میبینم که یک مصاحبی یکی از همکارای ما اونجا صحبت دارد اما خود ژورنالیست نیست، یعنی که دیکتافون مانده ثبت کرده است، ثبت میکنه و خودش نیست، سوال داد است به قوله و رفت است. و البته اون جزای اداری را گرفته بود برای این عملش که این پیش از هم به حرمتی به همون مصاحبه است و همچنین موضوع رو هضم کردن توانستن. برای این بهتر و خیلی خوب می بود که اگر شما مصاحبه خود رو حتما گوش کنید. خب همچنین گفتیم که صحبت یا مصاحبه اگر روبرو باشد بهتر است، زیرا شما حالت روحی قهرمان یا مصاحب خود را درک میکنید و حتی حرکت ها و میمیکی همون مصاحب برای شما خیلی معلومات داده میتواند که خب اگر سخن درباره یکون حالت مشخص میرود، البته شما میدونید که آیا واقعا گفتاری که همین مصاحب دارد تا کجا صمیمی است یا چیزی را پنهان میکند یا برعکس اظهار خرسندی دارد از همین حادثه رخ داده یا برعکس و مثل همین، یعنی که حالت و حرکت میمیکا در وقت صحبت خیلی مهم است. خب گفتیم که بعضی از ژورنالیستان موفق ما البته میگویند که مصاحبه این ژانر نیست که مهارت ژورنالیست آشکار کنند، ولی جریان کارهای عملی نشان میدهد، واقعیت ها نشان میدهند که این اندیشه کاملا غلط است و مهارت ژورنالیست در چند حالت آشکار میشود پیش از همه، یعنی که این یا صحبت یا مصاحبه با اودیتوریا هدفمندانه منطقی و زینه همون موضوع اساسی را رسانیدن، یعنی که یک سوال از عرش و طوری که میگویند دیگرش از فرش باید نباشد. سوال ها باید سلسله‌ای باشن، به هم ارتباط داشته باشن و همین طور معلوم کنند که شما یک خط مشی معین دارید و هدف هم همین است، همین خط مش را برای اودیتور رسانیدن. و همیشه طوری که گفتیم با موضوع اساسی هر چیزی که برخورد میکنن باید با موضوعی که شما قبلا در نظر خود پیشنهاد کرده بودید برای اون روانه کردن. خب یک مشکل اساسی در فعالیت بیری این پیش از همه است که شما با سوال خود جواب قناعتمند نمیگیرید. پس باید ژورنالیست چیکار بکنه؟ آیا این بی‌ادبی می شود اگر اون سوال بدهد، از سر نو پرسد؟ خب و تجربه عملی نشان داده است که تنها برای اینکه شما
به اصطلاح ژورنالیستی به ادب نام نگیرید، در شکل دیگر با وریانت دیگر پیشنهاد کردن همین سوال میتواند که از همین حالت شما را بیرون کند. و پیش از اون که شما با مصاحبه کسی می روید حتما باید در همین فکر دائم باشد که اودیتور شما با سوال اساسی که مثلا از جای دیگر پیدا نکرده بود باید پاسخ بگیرد از همین مصاحبه شما. و سوالهایی که تا این زمان داده می شدن و مصاحب هدف همین سوال اساسی است، همین معلوماتی است که باید اودیتوریا گرفته تواند. خب مناسبت رفتار ژورنالیست این بسیار یک چیزهای مهمند. مثلا در قالب‌ها و تفسیرهایی که وابسته به ژانر مصاحبه آمده است حتی حالت همون سلام علیک را مقرر کرده است که حتی دست اگر مثلا از پایین یا بالا آمد علاقه شما، این چیزهای پسیکولوژی است که میتواند به جریان مصاحبه تأثیر رساند. البته مصاحب و اونی که با او صحبت میکند باید همین گونه یک در فضای ساخته شود که در اونجا رقابت نیست. خب یک چیزی هست که صمیمی هست. خب ژورنالیست یا اونی که میخواهد به سوالهایی که جامعه میخواد به اونا پاسخ بگیرد به همین خاطر به پیش کسی رفته است و اون مصاحب هم صمیمانه صادقانه به همین سوالها پاسخ گفتن است. یعنی در اینجا هیچ گونه رقابت وجود ندارد، تنها هر کدام باید یعنی که رسالتی انسانی و رسالتی خدمتی خود را انجام میدهند. خب سوالهای اغواگرانه یا پرووکاسیونی بقوله همین چیز خیلی معمول شده است که این یا سوال بقوله اگر سخت را شما به این یا منصبدار میدید در حال به شما تمغه پرووکاتور یا اغواگر را میدهند. خب ولی هر گونه که بهاگذاری نکنن ما باید خیلی آرامانه این چیزا قبول کنیم و باید از اون مثلا در ذهنیتمون همین فکر دور نباشد که ما به طوری تاکتیک‌های گوناگون به همین سوال‌های سخت پاسخ گرفتن این وظیفه خدمتی ما است. و همچنین ژورنالیست نباید در نزد مصاحبش با گونه باشد که از کسی گویا قرضدار است و هر چیزی که او میگوید با او موافق است و با خوشنودی قبول میکنه. نه، شما ببینید البته وقتی که صحبت میکنید در ابتدا میتواند تا اندازه خب یک فاصله باشد، ولی در رفتی صحبت این باز بستگی میگیرد تا از هنر و سلیقه خود ژورنالیست که تا کجا میتواند مصاحب رو آرامش بباشد، خب او را مایل بکند. این از خود هنری ژورنالیست وابسته است و هیچگاه فراموش نمیکنیم دائم باید طوری که گفتیم در ذهنیت ما همین چیز باشد که هدف از مصاحبه این پیش از همه یک معلوماتی مهم را به دست آوردن، تصدیق کردن و به خواننده، شنونده و بیننده رسانیدن است. خب ما درباره آماده سازی مصاحب کمی در اینجا صحبت داشتیم بالاتر، ولی چند نکته مهمتر هم وجود دارند و این پیش از همه با مصاحب فهماندن آن که برای چی محض او به همین مصاحبه انتخاب شده است. این رو باید او داند، یعنی داند که در نزد شما یا در نزد او اصلا در نزد شما نفر ایستاده است که تنها او میتواند به همین سوالهایی که پیدا شدن پاسخ بدهد. همین مهمیت خود را درک کردن مصاحب و او میتواند الهام بباشد، میتواند
میتواند او را روح بلند کند و همچنین خود شما هم البته از بین نفرهای گوناگون، یعنی که مصاحبه نباید با هر یک طوری که روزها میگن پیری پاپاش یا هر کسی که پیدا شد با اون صورت بگیرد، با نفری باش. البته ما فراموش نمیکنیم که هر کس حیثیت خود را دارد، هر کس امکان، خب قانونگذاری هم برای اون همین شرایط فراهم آورده است که عقیده و اندیشه خود را گفته باشد، از طریق مطبوعات برآمد کند. ولی وقتی که این کار را ژورنالیست میکند، باید طوری که ما میدونیم رسالت اجتماعی ژورنالیستیک این پیش از همه دادن معلومات، اطلاع و با وجود آوردن افکار جمعیتی است. همین دو رسالت ما تمام. خب و همچنین متقاعد کردن که همین اون صحبتی که صورت میگیرد با مصاحب، یعنی که در همون شکلی که گفته شد پخش نمیگردد یا نوشتن نمیشود. ما داشتیم، درست، ما حالتایی هم داشتیم که مثلا ژورنالیست متنی کامل در شکلی که مثلا هر گونه‌ای که مصاحب صحبت میکرد در همون شکل اون چاپ کرد یا پخش کرد. خب من مثلا این چیزا قابل قبول نمیدونم. البته ما مصاحب های داریم که اونها هر سخن اونها را، هر صحبت اونها را باید چقدر با دانمکی که نباشد اونها آماده‌اند و امکان دارد که صحبت اونها را به یگان تحریر چاپ کردن امکان دارد. و داریم نفرهایی که اونها مثلا در گفتار لکنت دارند، یا مثلا در ادبیات و چیزهای تاریخی اومده است که حتی استاد عینی در صحبت اونقدر موفق نبودن و از همین خاطر متن‌هایی که می نوشتن یا سخنرانی‌هایی که می‌کردن اونها را قبلا می نوشتن و می خواندن. این یک هنر دیگر است. خب این یک چیز دیگر است. ولی مثلا اگر چاپ کردن متنی مثلا تحریر نشده ای این یا آن منصبدار مثلا در روزی زبان باشد، خب شاید تا اندازه منطقی باشد که مثلا یک منصبداری سطح بلند تا کجا مثلا قاعده های زبان را رعایت میکند، اگر هدف همین باشد. در صورتی دیگه و اگر شما در همون شکل چاپ میکنید، این گونه حالت را ما داشتیم از جمله در روزنامه امروز نیوز که متن کامل چاپ کرده بودن در هر شکلی که مصاحبی اونا گفته بود و برخوردی گوناگون با وجود آورده بود. من فکر میکنم و دیگران هم خلاصه را آمده بودند از نشر همین گونه مصاحبه ها که گویا اداره نشریه یا اداره واسطه اخباری عامه یا همان ژورنالیست از با همان مصاحب کدام یک اختلافی داشتن و با همین واسطه قصاص گرفتن. خب به همین خاطر یعنی این خیلی یک چیزهای نازک است که اداره واسطه اخباری عامه اونا باید خیلی پیش از پخش اونها خیلی فکر کند. خب همچنین برای مصاحب معلومات دادن درباره خیلی نشریه، رادیو یا تلویزیونی که مثلا شما فعالیت میکنید، در این باره اگر شما معلومات دید که اودیتوری شما کی است، این مصاحبه را که میبیند، میخواند یا میشنود بسیار مهم است، چون شاید اونها واقعا هم در این باره معلومات زیاد نداشته باشند. و همچنین یک چیز دیگر رو هم فراموش نمیکنیم که برخی منصبداران ما مثلا راضی نمیشوند به این یا مثلا نشریه، تلویزیون یا رادیو صحبت کردن با آن خاطر که به قول اونها چندان رپوتاسیون بلند ندارند. یعنی همین موقع اجتماعی ژورنالیست، مصاحبه‌گر یا خودی واسطه اخبار عامه که مقام اجتماعی او بلند یا پست است، برای این یا آن صحبت خیلی مهم است. خب در صحبت پیشکی که شما با یعنی پیش از سر کردن
مصاحبه بسیار خوب میشه که مثلا موضوع موارد بررسی رو یک بار دیگر با او بررسی کنید و فهمونید که شما از همین مصاحبه چی میخواهید. این حالت میتواند که برای تجمع تمام معلومات و اندیشه و چیزهای دیگر برای مساعدت کند تا در جریان مصاحبه آنها را استفاده نماید. خب و یک مسئله بسیار مهم همین چیز است که آیا متنی یا سوالها را پیشکی با مصاحب روان کردن یا نه. خب امروز در تمام دنیا مثلا همین چیز آیا میشه، یعنی خط مشی مصاحبه اساسا معلوم میگردد و همچنین تزیس های اساسی برای مصاحبه، یعنی کدام قسمت ها در جریان این مصاحبه مورد بررسی قرار میگیرند. این با چه خاطر ضرور است؟ با اون خاطر که این یا نفری که شما با او صحبت میکنید خب معلومات های ضروری رو جمع آوری کرده تا برای خواننده یا بیننده و شنونده پیشنهاد کرده تا یک معلومات تازه را. خب طوری گفتیم سوالگزاری هایی که در جریان مصاحبه صورت میگیرن باید هدفناک باشن و همیشه خواننده، بیننده، شنونده شما در انتظار اون باشه که پس از سوال اول سوال دوم جالبتر میشود و حتما معلوماتی جالبتر را او خواهد پیدا کرد. سوالهای کوتاه، خب هنری سوال دادن هم بسیار مهم است. معجز کرده توانستن و کوتاه بیان کردن. برای شما هیچگاه فراموش نکنید که برای اودیتور شما، برای خواننده شما، بیننده شما، شنونده شما، مصاحب شما مهمتر است که یک معلوماتی جالب یا نو از اون میگیره، نه خود ژورنالیست، نه اونی که سوال میگذاره. خب و تزیس ها رو حتما برای خودتان طوری گفتیم مینویسید که در جریان صحبت شما کدام موضوع کلیدی رو انتخاب میکنید. سوال های بسته یا کشاده یا باز، سوال هایی که با ها یا نه از اون با اونها پاسخ گرفتن ممکن است. کوشش کردم که از این گونه سوال ها خودداری نماییم، چون مصاحب میتواند با ها یا نه جان خود را به قاعده خلاص کند و همینطور از یگان معلومات مهم اودیتور خود را شما میتوانید محروم سازید. و سوال ها بسیار خوب میشه که با همین سوال های کی، کی، در کجا و چه طور آغاز شد. چرا؟ زیرا که در جریان همین سوال های علاوه‌ای که در اینجا گفته شد امکان داره که معلومات های نوتر برای اودیتور پیشنهاد کرده توانه. خب سوال آمده است بازم از سیدا، مصاحبه‌ای که با سرایندگان و یا نفر دیگر در ژاپ پرس نشر می‌شود، در آخر مصاحبهشون خبرنگار یا کارمند سوال شما کدام سوال را انتظار بودید و من ندارم را استفاده می‌برند. که بعد از سوال استفاده می‌کنید شما در این رو چگونه است؟ خب یعنی که سیدا پرسیدن است که آیا همین گونه سوال گذاری درست است که شما کدام سوال را انتظار بودید و من ندارم؟ خب در مصاحبه، در وقت مصاحبه تقریبا همه سوال جایز است، البته در شکلی با ادبانه، ولی مثلا اگر باور داره که همین سوال در همین سوال برای شما یک معلومات جالب یا نو پیشنهاد میکنه، خب برای من شخصا بسیار مهم میبود اگر واقعا ما نمیدونیم که مثلا مثل که امروز ما شما در همینجا صحبت داریم و من نمیدونم که
کدام سوالها مثلا یا کدام چیزهای مهم برای شما اولویت داشتن که من اونها رو نگفتم و در جریان صحبت هم اگر از مصاحب همین سوال رو کنه که شما چی انتظار داشته یا کدام سوال رو انتظار داشته که من مثلا فراموش شد، من فکر میکنم که چیزی بد نیست. خب از سوالهایی که از 2 یا زیاده قسمت های عبارتن پرهیز باید کرد، زیرا که مصاحب میتواند به یکی از آن پاسخ بیاید و پرسش اساسی را صرف نظر کند. این یک چیزی اثبات شده است. سوالهای پیشگویی کننده ندهید، چون مصاحب میتواند صحبت رو با موضوع دیگر ببرد. خب هدف از همین نقطه پیش از اون نقطه اون است که شما مثلا فکر میکنید که اگر این گونه باشد چگونه، و اون میتواند کاملا موضوع را دیگر بکند. برای همین طوری گفتیم در وقت مصاحبه همون چیزهای مشخص کی در کجا و چی طور باشد بهتر است تا معلومات نوی پیدا شود. خب نمودهای مصاحبه ها نمودهای گوناگون دارن. البته نمودهای گوناگون دارن، حتی مثلا وقتی که ما کتاب ژانرهای ژورنالیستیک رو میخونیم در اونجا میبینیم که حتی ژانر مصاحبه برای تلویزیون، برای مطبوعات و رادیو هم جدا شدن و طوری گفتیم مثلا در برخی ادبیات ما آمده است که مثلا صحبت این خاص برای رادیو و تلویزیون است، نه مطبوعات مثلا. ولی امروز امکانات ها خیلی زیادتر شدن و اگر ما در مجموع همه همین، چون امروز دیگه تقریبا ژورنالیست که تلویزیونی، ژورنالیست که مطبوعاتی، ژورنالیست که رادیویی گفتن در محیط ژورنالیستی، محیط علمی و جدی ژورنالیستی تقریبا وجود ندارد. با اون خاطر که البته طوری گفتیم ژورنالیست که کامرگینی یا آمیخته با وجود آمده است که همه این چیزها رو به هم ارتباط میدهد. ولی در مجموع اگر ما معلوم کنیم همه مخصوصیت‌های ژانری و این چیزها رو، همین 4 نمودی، تقریبا همین 4 نمودی رو که من جدا کردم، یعنی مصاحبه‌های خبری که از جای حادثه گرفته شده با معلوماتی گرفته شده اساس میگیرد. یعنی که در جای حادثه این بیشتر با اون چیزهایی که این حالت یا حادثه صورت میگیرد و از همونجا یکی از مسئولین یا یک شاهد و سوالی خبرنگار که سوالهای اصلی در این نمودی مصاحبه چی که در کجا واقع است پاسخ میگیرد. مصاحبه خبری که اونم بیشتر به همین مصاحبه فوری مانندی دارد، ولی در مصاحبه های خبری بیشتر مثلا از جای حادثه، بلکه در اونجا مثلا کارشناس یا نفری که یک مسئول، یک آدم آگاه از همین قضیه میتواند که به سوالها پاسخ بگیرد، به این معنی که اگر مثلا خدای نکرده یک سقوط سمالیات یا چیز دیگر صورت میگیرد، یک کارشناس مثلا صحبت میکنند و به این سوالها پاسخ میدهد که چرا همین حادثه رخ داد، خب آیا امکان پیشگیری از همین حادثه بود، خب همین طیاره مثلا سقوط کرده مثلا کدام مارک است، کدام نموده است و آیا زیادن از همین نمودی طیاره ها که در اونها همین گونه حادثه های تصادم صورت میگیرند یا مثل همین. مصاحبه تحقیقات که باید چند نفر گفتیم یا گروهی آدم ها صورت میگیرد و در این چی گفتن اگر مثلا شما یک حادثه درباره یک حادثه تنها از طریقی مثلا مصاحبه میتوانید تحقیقات انجام میتید. من معذرت میپرسم. خب با اون معنا که یعنی
هم پهلوی منفعت دار، هم اونهایی که مخالفت دارن با همین حادثه و گروهی سوم اظهار نظر میکنم و همین طور یک معلوماتی کامل درباره این اون حادثه یا حالت که شما برای خواننده‌تان پیشنهاد کرده میتونید. و مصاحبه پورتریتی که برای شدن سیمو یک شخصیت تاریخی مهم و صاحب موقع انجام میگیرد. در ژورنالیسم فعلی همین گونه مصاحبه های پورتریتی رو بیشتر ما در منیژه قربان و از خبرنگار ازیا پلیس میبینیم که خیلی مصاحبه های جالب و برای خواننده پر معلومات رو پیشنهاد میکنند و هم شکل پیشنهادی این مصاحبه ها خیلی جالب هستند و خواننده زیادی را هم دارند. سوال دیگری در اینجا پیدا شده است؟ قیام الدین میپرسد از من که اگر رفت هنگامی مصاحبه اینترویو هم صحبت ثبت آواز یا ویدئویی رو نخواهد و ما این صحبت رو با نوشتن ثبت نماییم تا چه اندازه درست بدن این صحبت رو تصدیق کرده میتوانیم. اگر رفت و بعد چاپ آن هم صحبت ما بعضی گفتار خود رو تصدیق نکند. خب اگر البته این برمیخورد به بعضی پهلوهای حقوقی مثلا، ولی ما فراموش نمیکنیم که ثبت ویدیویی یا آودیویی هم در همه حالت میتواند که برای مثلا پرونده ها یا بحث های حقوقی اسنادی استثنایی دانسته شود. برای همین ولی در مصاحبه مطابق گفتیم یکی این مسئله هم اخلاقی و هم حقوقی است که موافقت کنندگان متن مصاحبه با خبرنگار با هم صحبت. اما اگر ثبتی آوازی یا صدایی را ویدئویی را نمیخواهد، شاید اگر مثلا اون مصاحب شما در شکلی پوشیده یا انانیم نمیخواهد صحبت بکند، این رو فهمیدن ممکن. اما اگر اون میخواهد که همین مصاحبه از نام او پنج شود ولی ثبتی آوازی یا ویدئویی نمیکند، این شاید به حالتهای مخصوصی خیلی روانی همون مصاحب وابسته باشد. یعنی او شاید در نطق فکر میکند که مشکل دارد و در اظهار نظر چندان موفق نیست، برای همین شاید که رای نمیکنند. این حالتهایی و کسبی ما و شما مربوط. اما اگر بازم میگم که ویای حقوقی پیش و مشکلاتی حقوقی پیش بیارن، حتی ثبت هم نمیتواند در هم حالت ژورنالیست رو از بعضی برخوردهای حقوقی حفظ کنند. قیام الدین همچنین میپرسد در این صورت چی باید کرد تا خود رو خب ما در این باره گفتیم، یعنی که تا کجا شما معلوم کنید که انا همون مصاحبی شما اگر میخواهد در شکل انانیم نه برای شما صحبت بکنه، این گپی دیگر است. ولی ژورنالیست که یک قاعده نانوشته دارد، میگه دائم به همه چیز با شبهه نگاه کردن و یک مثالی نسبتاً دقیق‌تر من گاهم میارم و این معنی که در ژورنالیسم که این باید طلبات اساسی باشه که وقتی حتی میگوید وقتی که مادرت برای شما میگوید که من شما را دوست میدارم، باید به این با شبهه نگاه کرد. این کمی دقیق است ولی واقعیت های کسبی ما را نشان میدهد. و همچنین یک چیز دیگر هم هست که ژورنالیست پیش از اون که کاغذهای زیاد و نادرکاری بالای استال خود رو به سبب پرتافتنی می شود، باید اونها را از نو خبرداری کند. یعنی حجت بسیار مهم است. ولی اگر همصحبت شما بازم میگم که میخواهد انانیم نه برای شما، یعنی همچون نفری که از گفتنش خودداری کرد، اون چیزی که در واسطه اخباری عامه ما امروز معمولی شده است، در همین شکل برآمد میکنید، این برخوردی دیگر است. اما اگر اون میخواهد با نام خودش همین چیز
پخش شود اما از ثبت ویدیویی یا آدیویی دست میکشد، این شاید بقای دیگری روانی دارد. خب 10 گناه کبیره در مصاحبه که این در کتابی اریک فیختلیوس 10 قاعده ژورنالیست که آمده است، همین 10 گناه کبیره و اصطلاح را مقرر کرده است، سالهایی که جوابی ها یا نه را تقاضا می‌کند. در این باره که گفتیم جمله های تصدیقی با وجوه جمله سوالی، مثلا به این گونه سوال ها که به فکر شما همین چیزها گفتنی بودید، گفتنی انا همین گونه حالت ها در مصاحبه مهم ضرور نیست. 2 سوال در یک سوال ما گفتیم که یکی از سوال ها را برای خودش مقرر میکنم، با اون پاسخ میده، به سوال دوم یا سوم پاسخ نمیده. سوال های دور و دراز سه ترکیب همین. اگر ما به نظر مصاحب همین گونه می‌نماید که این ژورنالیست از خودش داناتراشی دارد و میخواهد که زباندانی و نمیدونم ذخیره لغوی خود را در پیش او معرفی کند. و همین خاطر سوال‌ها گفتیم که کوتاه پرمعنا باید باشند. سوال‌های با جواب مشخص دلالت کننده. خب یعنی که شما طوری گفتم به نظر من شما گفتن میخواستید که یعنی دلالت میکردید، مصاحب رو به چیزی دلالت میکردید. این گونه سوالگزاری ها باید اصلا جا نداشته باشن. شرح و بهای شخصی در سوال، یعنی که من فکر میکنم که این گونه باشد و فکر شما چگونه است. خب این یک چیزی البته بحثناک است. در بعضی حالت ها در این گونه سوال ها شما میتوانید معلومات نو رو پیدا کنید، ولی بهترش که پرهیز کنیم خوبتر است. فرضیه و تخمین در سوال این هم به همون چیز بیشتر ربط میگیره. مهر و تمغه زدن در سوال، یعنی که قاطعانه گفتن من مطمئنم که همین گونه است. قاطع بودن شما رو از مصاحبتان تا اندازه در فاصله قرار میده. مبالغه در سوال، خب یعنی شما رو از حد زیاد دوست میدارن، مردم شما رو نمیدونن، میپرستن، چیکار میکنن، همین گونه و ها علاقه سیمپاتی شما را با انمون مصاحب در مصاحبه نشان میده که خواننده نه همچون یک چیز فراموش قبول میکنه. سوالی برای درک مشکل نیست، سوال یا پیچیده دادن، از حد زیاد فیلسوفانه کرده دادن، این چیزها در مصاحبه ضرورت ندارد. خب درباره هنری گوش کرده توانستم ما که گفتیم که در جریان وقتی که شما مصاحب رو گوش میکنید که میتوانید چندین سوال ها یا چیزهایی رو پیدا کنید که شاید تا این وقت این معلومات رو نداشتید و در میان صحبت یک جزئیات مهم میتواند برای شما مصاحب پیشنهاد کند که میتواند حتی موضوع اساسی شما رو تغییر بدهد. خب و همچنین که کدام یک ترمین خب واژه های خاصه مثلا استفاده میکنه، اگر اونا را شرح اونا را خواهش کنید که تفسیر کنه، هم برای شما هم برای خواننده و بیننده شما مهم خواهد بود. خب اینه ما که گفتیم. خب من درباره یک مثال آوردم از مثلا عبدالقیوم قیومزاد. این یکی از صحبت‌های خیلی جالبی عبدالقیوم قیومزاد است که نام دارد از عطایه اجلاسه 16 در گفتگو با اسکندر، که این نفری که تقریبا برای مطبوعات صحبت نمیکرد و در همین مصاحبه خیلی پهلوهای ما روشن گشاده شدن و خیلی سوالگزاری هم خیلی جالب است که من برای هر کدام شما آن رو توصیه میکنم. خب انا همین بود آن چیزی چند چیزی
فکر میکنم مهمی که من میخواستم امروز برای شما پیشنهاد بکنم و اگر سوالهای در این زمینه پیش اومده باشم خب مرحمت، و اگر سوالهایی که تا این زمان بودم و که فکر میکنم با اونا پاسخ دادیم و اگر سوالهای دیگر نباشند خب با همین جمع بس میکنیم و من برای شما موفقیت ها میخواهم و همچنین آماده هستم که به دلخواه سوالهای دیگری که شاید بعداً پیدا میشود در از طریق شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک با اونها پاسخ بدیم. تشکر زیاد از همه اونهایی که اینجا در جریان این وبینار اشتراک داشتن و همه اون مسئولینی که وابسته کار بودن. سپاسی به پایان.